أعوذ بالله السميع العليم من عدو علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة الله وسلامه على نبينا الأعظم الأكرم المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وعجل الله تعالى فرجه الشريف عاجلا غير آجل، وعجل الله تعالى فرجه الشريف عاجلا غير آجل، وعجل الله تعالى فرجه الشريف عاجلا غير آجل. ولعنة الله على من عاداهم أجمعين من الأولين والآخرين، سيما عائشة حتى ترضى الزهراء سلام الله عليها وآلها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا أبانا يا صاحب الزمان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أمور الدين ثلاث: حق بين رشد اتبعه، باطل بين غي اجتنبه، والشبهات بين ذلك الوقوف عند الشبهات. حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که امور دین سه تاست. این حدیث شریف از آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله جزو اصول روایی است و از روایاتی که اصل هستند و کلی هستند و همه جا در همه چیز در همه اقصا نقاط دین در همه اقسام دین این روایت باید لحاظ بشه و مد نظر گرفته بشه. می‌فرمایند که امور دین یا ان امور سه تا ثلاث: حق بین دلالته، حقی که دلالتش و حجیتش حجت بودنش واضح است. بین دلالته بین رشده، واضح است به محکم الکتاب و العتره، چیزی که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به ما فرمودند از روایات اهل بیت یا محکم آیات قرآن. در باب دین حق بیان است، دلالتش مشخصه و واضح الدلاله است، قشنگ مشخصه و انسان میتواند که بفهمد که مقصود معصوم و جهت فرمایش معصوم از کجاست و از همون روایات حقش مشخصه محکمه، پس تبعیت کن، عمل کن به اون. باطل بین غیو، باطلی که دلالتش مشخصه، باطلی که حجیتش مشخصه و حجت است، پس از اون اجتناب کن. و شبهات بین ذالک، بین اینها یه سری امور هست که انسان نمیدونه تکلیف چیه و شبه هست و انسان متوجه نیست، نمیدونه، اهل بیت توضیح ندادن، شرح ندادن، به ما نرسیده. و شبه عندما جهله، یا یه وقتی هست یه شخصی
شبهه داره، یک چیزی رو نمیدونه، اما یه شخص دیگه تو همون مسئله امر یا براش حق است یا باطل. و شبهه پیش کسیه که جهل بهش داره. تکلیف در شبهات چیه؟ تکلیف در شبهات این است که وقوف کنیم و توقف کنیم عند شبهات. در روایت دارد که حتی تلقا امامک، تا اینکه امامت رو ببینی و از حضرتش انشاءالله سوال کنی و جواب مسئلت رو بگیریم. این چیزیه که معصوم صلوات الله علیه و آله در مورد دین به ما دستور دادند و فرمودن اینجور عمل کنید. اما بحثی که امروز خدمت عزیزان هستیم، قول مجتهدین و مراجع تقلید قدیم و الان به چه منواله میخوایم ببینیم که آیا قول مجتهدین هم موافق قول معصوم است که طبعا موافق نیست یا موافق هست. در کتاب دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 60 نوشته سید ابوالقاسم الخوئی، الدراسات فی علم الاصول للخوئی جلد 3 صفحه 15 على سيد أبو القاسم الخوئی، میگه که ان حجیت القاطع ای صحت احتجاج العبد به على مولاه. حجت بودن قطع و یقین پیدا کردن به چیزی یعنی چی؟ معنی میکنه یعنی صحیح بودن احتجاج عبد، یعنی بنده میتونه در مقابل مولاش که خدا باشه، خدای عزوجل، احتجاج کنه دلیل بیاره، دلیل اقامه کنه و مقابله کنه، جواب پس بده. ای صحت احتجاج العبد بهی علی مولاه، یعنی با این قطعی که پیدا کرده. حالا توضیح میدم که قطعش از چه راهی پیدا کرده. یه زمانی هست انسان قطع پیدا میکند از یقین، یعنی یقین براش حاصل میشه از یقین. اون یقین چیست؟ اون حق بیان یا اون باطل بیانی است که معصوم صلوات الله علیه و آله فرموده. یه وقتی هست نه، قطع پیدا میکنه به ظن و احتمال و جهل مرکب، یعنی احتمال میده که اینجوری باشه، گمان میکنه که اینجوری باشه، یا اصلا هیچی نمیدونه، با جهل مرکبش یقین پیدا میکنه. میگه ان حجیت القطع، یعنی قطع از هر راهی که حاصل بشه حجت دارد، یعنی میتواند با اون حجت قطعی که با اون قطعی که پیدا کرده میتواند این قطع رو حجت بدونه و احتجاج کنه با مولاش. و بالعکس یعنی چی؟ یعنی این که مولا هم میتواند به وسیله این قطعی که دارد احتجاج کند با بنده. کفر رو ببینید، اولین نکته و اولین کفر نسبت میده. حالا در ادامه متوجه میشین. نسبت قطع از راه احتمال و ظن و نسبت جهل رو به خدای متعال میده. انما هی من لوازم القطع. چطور؟ یعنی شما اگر بخواین حساب کنید، ببینید تصحیح میکنه دیگه، داره دستور میده، میگه ان حجیت، این است که حجیت قطع یعنی صحت احتجاج عبد به وسیله اون اعظم بزرگ که صحت احتجاج بهی علی مولاه، بر مولاشه. و بالعکس، و مولا هم میتونه احتجاج کنه با این قطع که حجت دارد. به کی؟ به بندش. یعنی بعد تعیین تکلیف میکنه. اولین چیزی که هست تعیین تکلیف میکنه برای خدای متعال و نائب خدا مولا، خدای عز و جل، و نائبش انبیا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. اولین چیز انما هی من لوازم القطع. بله، قطعی که از راه یقین به وجود اومده باشه طبعا از لوازم قطع حجت بودنش، یا اون صحت احتجاج عبد به مولاش. بله، اون دنیا سوال میکنن که چرا این کار انجام دادیم، میگیم پیغمبرت به ما فرمود، امامت به ما فرمود، ما یقین کردیم به قول امامت، ما یقین کردیم به قول فرستادند که این عمل رو باید انجام بدیم، این عمل رو باید ترک کنیم و میتونه احتجاج کنیم. ببینید، نصف باطل نصف حق.
جو که امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمودن یأخذون ذقفا من الباطل و ذقفا من الحق و یمزجانه، میگیرند قسمتی از حق رو قسمتی از باطل رو قاطی میکنن، مخلوط میکنن، تحویل طرف میدن. طرف میبینه بله کلام ظاهرش حقه، قول معصومه، یه مقدار حقه، گول میخوره و عمل میکنه، در صورتی که باطلش بیشتر تأثیر میذاره بر اون چیزی که حق است. چرا؟ چون که اراده کرده است از شیء حق باطل را. حالا یا اومده مفهوم رو تحریف کرده است، یا مصداق را تحریف کرده است، یا اصل را تحریف کرده. انما هی من لوازم القطع سواء، دقت کنید، سواء کان قطعا حقیقیه. ببینید نسبت جهل رو چطور به خدا آمده میگه اینجا، نگفته بالعکس و بالعکس، ای صحت احتجاج العبد بهی علی مولاه و بالعکس، یعنی احتجاج المولا بهی علی العبد. سواء مساویه، فرق نمیکنه که این قطعش حقیقی باشه یعنی موافق و حکم واقع باشه، یعنی قطع خدا میتونه موافق و حکم واقع باشه، میتونه موافق و حکم واقع نباشه. نسبت جهل به خدا و انبیا و رسول صلوات الله علیهم اجمعین و اهل بیت صلوات الله علیهم و آله، نسبت جهل میده به خدا با این کلمه سواء کان قطعا حقیقیا ای موافقا للواقع او خیالیا، ترجمه میکنه خیالی رو، و هو جهل المرکب، نسبت جهل مرکب نستجیر بالظاهر و آلها میده به خدا و انبیا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. مساوی این قطعش، حالا میخواد حجت داره این قطع، حالا این قطعی که به وجود اومده، این یقینی که به وجود اومده برای این شخص میخواد قطع حقیقی باشه و یقینی باشه، یعنی قطعی که از روایات معصوم صلوات الله علیهم اجمعین حق بین باطل بین اینجوری یقین پیدا کرده، او خیالیا و هو جهل المرکب. این کتب رو حداقل 4 الی 5 کتاب اصولی، این فقط این گفته خویی نیست. شما کتاب مکاسب آخوند کتاب کفایه آخوند خراسانی نگاه کنید، رسائل اعظم انصاری نگاه کنید، معالم را نگاه کنید، اصول مظفر را نگاه کنید. تمام کتب اصولی این قاعده حجیت قطع به این وسیله سواء کان قطعا حقیقیا او خیالیا، هم این، حالا شاید متن این متن نباشه اما مضمون و معنای همین جمله و همین تو تمام کتب اصولی هست. این یک قاعده بزرگه که سید محمد باقر صدر میگه و هو روح الاصول، یعنی این قاعده روح اصول است. و روح اجتهاد چیه؟ علم اصول. یعنی اصل اجتهاد این قاعده است، قاعده حجیت قطع. ببینید اصل یک چیز که الان بنا کردن چندین ساله و دارن حکم خدا رو تغییر میدن، حکم خدا رو میزنن، دین خدا رو میزنن، قول معصوم صلوات الله علیه و آله میزنن و دارن انتفاع میبرن و بهره میبرن و تلقی میکنن مردم رو و دین مردم رو ازشون گرفتند، به وسیله این یک قاعده است. و خیلی از طلبا وارد حوزه میشند، اینا رو همه رو میخونند، یکی یکی بحث میکنن، مباحثات میکنن، امتحان ها میدند تا برسن به این آرزو و به این اعظم امنیه و این هدف تو ذهنشون که بشن مجتهد، و فقط میخونن و میرن، اصلا دقت نمیکنن. چرا؟ چون به عنوان یک شخص تسلیم وارد حوزه میشن، نه به عنوان کسی که دنبال حقیقته. فکر میکنن فقط تنها راهی که میشه نصرت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین کرد حوزه علمیه است. تنها جایی که علم اهل بیت رو به انسان نشون میدن، جایی که فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو به مردم نشون میدن و به کسی نشون میدن، اگر کسی میخواد بدون معصوم چه فرموده باید وارد حوزه بشه، اونم بری وارد حوزه بشی، دروسی که اونها میگن رو بخونی، بعدش که دیگه ذهن تو خوب شستشو دادن و این اباطیل و این اراجیف رو تو ذهنت ریختن، اون موقع هر چقدر که روایت بخونی فایده
نداره. قلبی که سیاه بشه، ذهنی که پر بشه از اباطیل، جای حق نیست. حق با باطل مساوی نیست، نور با ظلمت مساوی نیست. اینجا میگه سواء کان حقا حقیقیا ای موافقا للواقع، یعنی حق، نور، او خیالیا و هو جهل، یعنی ظلمت و باطل. هل یستوی الذین یعلمون ولا یعلمون، قرآن فرماید. چطور مساوی میشه حق با باطل؟ جهل با علم چطور مساوی میشه؟ هرچند که همین جهل رو اونا علم میدونند، هرچند که این جهل رو اونا عقل میدونند، عقول کامل میدونند. آقا امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاییس الفاسده. دین خدا به وسیله عقلهای ناقص به دست نمیاد، به وسیله آراء باطل به دست نمیاد، به وسیله قیاسهای فاسد که این با این قیاس کنی حکم خدا رو به دست بیاره به دست نمیاد. ان دین الله لا یصاب الا بالتسلیم، و تسلیم محض به امر معصوم صلوات الله علیهم اجمعین بشی. فمن سلم لنا سلم فمن اهتدی بنا هدی. کسی که تسلیم ما شد سالم میمونه، نجات پیدا میکنه، دینش داره. و کسی که به ما هدایت شد هدایت شده است. کسی که به وسیله ما هدایت، به غیر راه هدایت، به غیر از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بسته است. ابلیس اون زمانی که خدا فرمود سجده کن به آدم، گفت سجده نمی کنم. امام صادق صلوات الله علیه و آله میفرماید که ابلیس گفت خدایا تو من از این سجده معذور بدار، چنان عبادتی بکنم تو را که هیچ کس همچین عبادتی نکرده. خدا فرمود اونجوری که من دوست دارم میخوام عبادت بشم، نه اونجوری که تو دوست داری. خدا پیغمبرش فرمود شخصی بود از، اگر اشتباه نکنم، از قوم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، تهدید از منه، یا حضرت موسی یا حضرت عیسی. انقدر عبادت کرده بود، امام صادق صلوات الله علیه و آله میفهمد عین چوب کبریت، عین خلال شده بود، از بس عبادت کرده بود. و زهد و تقوا داشت، تقوایی که خودش مد نظرش بود، نه اون زهد و تقوایی که خدا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین میخواند. خدا وحی کرد که موسی برو به این بندم بگو که اگر تا آخر عمرت عبادت بکنی که همچون چربی داخل دیگ آب بشی، هیچ کدوم از اون عباداتت قبول نمی کنم مگر از راهی که من میخوام من را عبادت کنی. مگر از راهی که من میخوام من را عبادت کنی. شیطان گفت خدایا این یه مسئله را من معذور بدار، تو این یه مسئله بگو آخو تو نمیخواد سجده کنی، اگر به من بگی نمیخواد سجده کنی چنان عبادتی میکنم تو را که خدا فرمود نه، من اونجوری که دوست دارم میخوام عبادت بشم. سواء کان قطعا حقیقی، وارد حوزه میشه به عنوان شخصی که تسلیم است، فکر میکنه همه چیز داخل حوزه علمی است. یه کتاب روایی وارد حوزه شده، طلبه اولی سال اولش، سال دومش کتاب اصول کافی دستش گرفته، به حال اول دستش که استادش میبینه این چی گرفتی دست تو، روایت میگی میفهمی، روایت گرفتی دست، روایت بخونی، بشین فعلا نحو رو بخون، باید اصول بخونی، چندین سال اصول بخونی تا روایت بفهمی. کی گفته این حرف رو؟ میگه ادعای دین داره نمیکنید، میگه نمیگید حوزه های علمی مرکز تفقه شیعه است. خب تفقه و فقه از کجا گرفته شده؟ از آراء شما و هوای نفستون یا از قول معصوم صلوات الله علیه و آله؟ مرکز تفقه شیعه غیر از این است که حکم دین را خدا و رسول خدا فرموده باشه. اگر حکم خدا و رسول خدا یکیه، این هم اختلاف چیه؟ چرا تو یک مسئله که واضح هست این هم اختلاف دارین؟ اگر حکم خدا یکیه، پس یکی رو دارید اشتباه میکنید یا همتون دارید اشتباه میکنید. طبق این قاعده کفر محضه، کفر محضه.
سواء میخواد این قطعش مساوی فرق نمیکنه، میخواد حالا این قطعش از یقین باشه، از محسوم گرفته باشه، یا اینکه خیالی باشه و جهل مرکب. سواء کان قطعا حقیقیا ای موافقا للواقع، نسبت جهل به خدا، او خیالیا و هو الجهل المرکب. جهل مرکب یعنی نمیدونه که خودش نمیدونه، از این ندونستن قطع پیدا کرده. وقت این قطعی که از ندونستن که در حالی که خودش هم نمیدونه که نمیدونه، از چون یک ما جهل بسیط داریم، جهل مرکب داریم. جهل بسیط به کسی میدن که نمیدونه ولی میدونه، حواسش هست که خودش علم نداره، به میگن جهل بسیط. اما یه شخصی هست یه چیزی رو بلد نیست، اصلا حواسش هم نیست و خودش هم آگاه نیست که این مسئله رو بلد نیست، به میگن جهل مرکب، قوز بالا قوز. از این جهل مرکب قطع پیدا کرده. چطور قطع پیدا کرده؟ الله اعلم، من نمیدونم چه کسی میتونه از جهل مرکب قطع پیدا کنه. از این جهل مرکب قطع پیدا کرده و این قطعش حجته. این یک مسئله. مسئله دوم اینجاست که ببینید تجری در مقابل خدا رو با این قطعی که از جهل مرکبه میتونه در مقابل خدا احتجاج کنه و معذور، عذر داره. طبق همین قاعده ابلیس گفت خدایا من عبادت نمیکنم، سجده نمیکنم، معذور جهل مرکب داشت. گفت من از آتش خلق کردم، اون از گل. جهل مرکب، فکر میکرد خودش بالاتره، سجده نکرد، معذوره. قابیل حابیل رو کشت، فکر میکرد خودش بهتره، معذوره. این همه پیغمبران رو کشتند و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو به شهادت رسوندن. همه قاتلا معذورن، چون فکر میکنن خودشون باید حق این داره دروغ میگه. اونایی که اومدن کربلا و غیر از رؤساشون، حالا شمر و عمر سعد لعنت الله علیهم اجمعین و کسانی که اومدن، خیلی از اونایی که اومدن نمیدونستند در مقابل کی دارن میجنگند، اصلا خبر نداشتند. اونهایی که تو شام به سر اسرا صلوات الله علیهم اجمعین خاکستر ریختن از رو بام و زغال ریختن رو سرشون از رو بام و کتکشون زدند و بی حرمتی کردند و اهانت کردند، نمیشناختند. بهشون گفته بود یزید لعنت الله علیه و اتباع، بهشون گفته بود یه مش خارجی ان نستجیر بالزهرا و آل زهرا صلوات الله علیهم اجمعین. چه میدونستن بچه‌های پیغمبران؟ همشون معذورن طبق این قاعده. جهل مرکب داشتن و قطع و یقین پیدا کرده بودن که اینا یه مش خارجی ان نستجیر بالله و بلند شدن، یه مش بیدین ان نستجیر بالله، بلند شدن علیه خلیفه زمان و قطع پیدا کردند. همشون میدونستن اگر حضرت زینب صلوات الله علیها و آلها و امام سجاد و حضرت ام کلثوم صلوات الله علیهما خطبه نمیخوندن که مردم کوفه و شام آگاه نمیشدن که همشون قطع داشتن به این که اینها نستجیب بالله مش بیدینند و اذیت و آزاد کردن. طبق این قاعده قطع پیدا کردن و قطعشون حجته و روز قیامت در مقابل خدا میتونن احتجاج کنند و میتونن جواب پس بدن، بگن خدا ما قطع پیدا کردیم، جهل مرکب هم داشتیم، قطع پیدا کردیم و همشون معذورن، هیچ کدومشون اهل جهنم نیستن، همشون بخشیده شدن طبق این قاعده، طبق گفته استاد تمام مراجع حال. الان همه اینایی که افتخار میکنن که نمیدونم کی و کی و کی، میگن همه اینو ببینید شاگردان خوبی رو ببینید چه فحلایی هستن، تو اصول بقیه به درد نمیخورند. این استاد بزرگ حوزه است، زعیم حوزه است. خب باید طبق این قاعده اگه پیش بریم، بله عمر ابوبکر هم ناسبی نیستن، همونجوری که خودش گفته عمر ابوبکر ناسبی نیستن. طبق این قاعده بله سنی‌ها برادران ما، انفسنا و اخواننا هستند، برادران ما و جانهای ما هستند. بله طبق این قاعده داعش ناسبی نیست، طبق این قاعده وهابی ناسبی نیست، وهابی دشمن نیست، برای همین برادرانشونند، برای همین انفسشونند. چون طبق این قاعده که ابلیس لعنت الله علیه تأسیس کرده و اینها جنود ابلیسند و سالیان سال مردم رو به وسیله این قاعده بدین کردن جواز تعبد به باقی الادیان. طور نیست اونی که مسیحیه مطمئنه که مسیحی بودن حقه پس مصابه، طور نیست.
اونی که یهودیه مطمئنه که یهودی بودن حق نباید مسلمان بشه، نباید شیعه بشه، مصابه. بله اون ناسبی که تو فلسطین فاحش میده و ناسزا میگه خدا لعنتشون کنه به اهل بیت صلوات الله علیهم، مصاب ابن ملجم که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله قد پیدا کرد که اگه امیرالمؤمنین بکشه به جهاد میرسه. خب ازدواج هم سنته. و قطعا ببخشید همه اینها معذورند. پس کو این جهنم به این جهنمی که خدا خلق کرده برای کیه؟ این همه های عذاب برای کیه؟ طبق این قاعده همه بهشتی هن که طبق این قاعده اگر بخوایم پیش بریم که هدف خلقت اصلا عبث میشه، بیهوده میشه، که کفر محض. و همه اینا رو همینجوری توتیوار میخونند و میرن طلبا، هیچ دقتی بهش ندارند. خیلی از کسانی بودند که این باز شد این قاعده شیطانی ابلیسی براشون، چون طالب حق بودن میخواستن نصرت اهل بیت، گفتن اون کفر محضه، ما اومدیم حوزه که اهل بیت رو کمک کنیم، یاری کنیم، وظیفمون انجام بدیم. یعنی کفر من چه حرفی داره میزنه؟ ول کردند رفتند. و الان هم اگر میبینید من اینجا خدمت شما هستم بحث حسب وظیفه است، نه کار به مجادله داریم، نه میخوایم با کسی بحث کنیم چیزی، فقط برای اینکه یه عده که دنبال حقند و دنبال یاری اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستند، بدونن زیر پرچم و بیرق و سایه چه کفاری و چه گمراهانی و چه ملاعینی نشستن و فکر میکنن دارن یاری اهل بیت میکنند. بله. وأن عدية القطع أي صحة احتجاج العبد به على مولاه وبالعكس إنما هي من لوازم القطع. ببینید یعنی باید مجتهد تصحیح کنه و درست کنه قطع خدا رو، و بالعکس این مجتهد داره میگه آره درسته قطع خدا به بندش درسته، قطع احتجاج خدا به این قطع، به اون حجیت قطع به بندش درسته و بنده هم به خدا و مولاش درسته. مجتهد باید تقریر بزنه، تایید، مهر تایید بزنه به کی؟ به احتجاج و قطع خدا. کفر محض. برای همینه که وقتی حضرت تشریف میارن جلوشون وای میسند. اما باقر فرمود وقتی که پرچم حضرت ظهور پیدا میکنه و نجم پیدا میکنه، اهل شرق و غرب لعن میکنن پرچمش رو. اهل شرق و دنیا لعن میکنن پرچم حضرتش رو. میگه نبود وکیل سیستانی تو کربلا گفت اگر شخصی جلوی چشم من پرواز کنه، حرفش هست بذارین تو یوتیوب نگاه کنید، وکیل سید علی سیستانی تو کربلا گفت اگر شخص جلوی چشم من پرواز کنه و علم داشته باشه، علم غیب داشته باشه، اگر قائل به مرجعیت و تقلید نباشد، به اندازه ناخونهای گرفته من براش ازش قائل نیستم. خب بله وقتی حضرت هم تشریف بیارن قائل نیستن به این کنن کفر محض، نستجیر بالله حضرت کافرن، نستجیر بالله قول به کفر میگه، نستجیر بالزهروان یقینا کافر است به این حرف، یقینا کافر است به این حرف و یقینا قائل به اجتهاد نیست و یقینا ضد اجتهاد حضرت و یقینا ضد تقلید اعماس و ضد این مرجع تقلیدی و اندر دکون هست. خب بله وقتی مرجع تقلید تاییدش نکنه مردم هم تایید نمیکنند. این است که جلو حضرت می ایستند و تا نستجیر بالله یا صاحب الزمان. نقول یعنی خویی میگه لا اختصاص، خوب دقت کنید، لا اختصاص لحجیت القطع بقطع المجتهد. یعنی این حجیت قطعی که حالا از حکم واقع گرفته شده یا قطع حقیقی یا جهل مرکب فقط مال قطع مجتهد نیست، بل قطع المقلد ایضا یکون حجة له، بلکه قطع مقلد ولو از جهل مرکبش باشه هم براش حجته. فاذا قطع بالحکم یلزمه متابعته، پس اگر
قطع پیدا کرد به حکمی باید تبعیت بکنه از اون حکم به اون قطع. کی؟ مقلد، شخصی که تقلید میکنه. اگر قطع پیدا کرد به حکمی ولو از رو جهل مرکب، فرقی نمیکنه، داره میگه سواء یکیه، یا قطع حقیقیه یا از روی جهل مرکب، اگر قطع پیدا کرد به چیزی به حکمی باید تبعیت بکنه از اون. خب حالا اگر یکی از مقلد قطع پیدا کرد که شما کافرید، شما ملحدید، شما زندیقین، خب باید بهش عمل کنه، یلزمه متابعته، حرف خودته. یکی از مقلد قطع پیدا کرد، از روی جهل مرکبش هم قطع پیدا کرد، گفت تو کافری، شیطانی از جنود شیطانی، چیکار میکنید باش؟ این حرفو بزنه، چیکار میکنید؟ اگر کسی حرف نزنه جواب سلام شما نره، تیکه تیکش میکنید، احترام نذاره، دستتون نبوسه، پدرش در میاری. حالا اگر قطع پیدا حرف خودته. خب اگر یه مقلد میتونه قطع پیدا کنه به جهل مرکبش به حکمی، با جهل مرکبش یا حالا مصاب است یا مصاب نیست، اگر میتونه قطع پیدا کنه به جهل مرکبش به حکمی، دیگه چه نیازی به تقلیده؟ میشینه زفت و زفت از جهل مرکبش برای خودش قطع پیدا میکنه، عمل میکنه، دیگه این تقلید چیه این وسط؟ که بیاد از تو تقلید کنه، هرچی تو گفتی عمل کنه. حالا فرض کن اگر یه مجتهدی، یه مقلدی قطع پیدا کرد مخالف حکم تو، جواب تو چیه؟ بهش میگه آقا من قطع پیدا کردم، مطمئن شدم، از رو چه حساب همینجوری، حالا جهل مرکب، حالا یه اتفاق افتاد من قطع پیدا کردم، جهل مرکب، من فکر میکنم این درسته. جهل مرکب یعنی این دیگه رأی من، فکر من، عقل من فکر میکنم این درسته، حکم تو مخالفشه، من باید کدوم عمل میگم؟ نه آقا شما مقلدی، نمیتونی از خودت حکم، باید تقلید کنی، تقلید نکنی عملت باطله. اگر شخصی تقلید نکنه عملش باطله. از اوائل غیبت کبرا میگه تقلید بوده، مراجع تقلید بودن، شیخ کلینی و زمان شیخ کلینی ها و اینها رساله عملیه بوده، تقلید میکردند. پس عملشون چطوره؟ همشون عملشون باطله. اگر یه شخصی اون زمانی که این رسانه ها و اینترنت و گوشی ها و موبایل ها نبود، پشت کو زندگی میکرد، تقلید نمیکرد، عملش باطله. میخوای بگی مستره؟ میخوای بگی یکی استثناست؟ و چه حساب استثناء میزنی؟ به قاعده معصومه. اگر این تقلید اعما و این تقلید و اجتهادی که شما دارید از رو حساب قول معصوم صلوات الله علیه و آله باشه که نیست، سلمنا جدلا و تنزلا باشه، ما قبول میکنیم که از اون رو چه حساب استثناء میزنی؟ بله. فاذا قطع بالحكم يلزمه متابعته وهكذا احکام الظن والشك. احکام الظن و شک همینه، یعنی همون حکمی که برای قطعی که از راه جهل مرکب به وجود اومده، احکام الظن، گمان و شک هم همینه. بله. قرآن چه می‌فرماید؟ یا الله، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن هیچ چیزی از حق را برای انسان وجود نمیاره، اصلا کاری به ظن به حق نداره. غیر هکذا احکام الظن و الشک غیر مختصة بالمجتهدین بل یعم المقلدین، یعنی فقط من مجتهدین، همه مقلدین هستند. خب این حرفیه که دیگه جلوتون واضح میتونید مراجعه کنید، دراسات فی علم الاصول للخوئی یا بقیه کتب علم اصولی. حالا خیلی از اینها هست، اطاله کلام میشه انشاءالله تو جلسات بعدی خدمت عزیزان. توفیق الله و عونه و عون توفیق اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. انشاءالله عمری اگر باقی باشه و توفیق عرض میکنیم. خب با این وضع که اومدیم، کل فعل
و قول و عمل، یعنی هر فعلی و هر قولی و هر عملی اگر دلیل از محکم کتاب و عطرت صلوات الله علیهم اجمعین نداشته باشه بدعت است و کفر است و ضلال است و شیطانه. چرا؟ بخاطر اینکه لأن الحکم حکمان، حکم دو تا حکم، حکم الله و حکم الجهل. حالا یه شخص میاد سوال میکنه دیگه، میگه خب آقا برای اینکه این همه اهل بیت با ما دستور دادن و عرض کردن فلان اینه چی میشه؟ میگیم بابا لأن الحکم حکمان، حکم دو تا حکمه، یا حکم خداست یا حکم جهله، حکم هوا و هوسه، حکم نفسه. اگر میگی این حرفی که این زده حکم خداست، ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیار از محکم و کتاب و عطرت که بگو آقا این حکم خداست، دلیل بیارید. ها تو برهانکم ان کنتم صادقین اگر راست میگی. اگر میگی حکم جهل، خود دیگه تکلیفش مشخصه. حکم جهل تکلیفش چیه؟ کسی که به حکم جهل عمل کنه به ضلالت کشیده، بدعت در دین وارد کرده. کسی هم که بدعت در دین وارد کنه تکلیفش مشخصه. توبه هم که بکنه توبهش قبول نیست. چطور میگه توبهش قبول نیست؟ طبق این روایت از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، بحار الانوار شریف جلد دوم صفحه 295. ابا الله لصاحب البدعت بالتوبه، خدا ابا میکنه از صاحب بدعت که توبهش را قبول کنه. توبهش را قبول نمیکنه صاحب بدعت. قیل یا رسول الله و کیف ذاک، چرا خدا قبول نمیکنه؟ قال انه قد اشرب قلبه حبها، یعنی حب بدعت. بخاطر اینکه قلبش دارای حب بدعته، تو قلبش محبت بدعت و دوست داشتن بدعت است. برای همین خدا قبول نمیکنه ازش. چون اگه حرفم بزنه توبه کن، لغلقه زبانه، توبه نیست، چون با عملش نمیسازه. نستجیر بالزهرا و آلها صلوات الله علیهم اجمعین. پناه میبریم به خدا، انشاءالله که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ما را تو مسیر حقشون ثابت قدم بدارن و انشاءالله خودشون دست ما را بگیرن و هدایت کنن. چون اگر کسی قرار باشه هدایت بشه، به وسیله آل الله صلوات الله علیهم اجمعین هدایت میشه، و کسی هم اگر بخواد گمراه بشه همینطور. ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة الناس واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه بحق أمي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.